بیننده از این نوشتن که در آخر زمان چند تا مذهب باقی میماند. آیا شیعه تا چه وقت، تا چه زمانی هست؟ ببینید برادر عزیز و گرامی، در آخر زمان اتفاقا فرقه ها و مذاهب و افکار گوناگون زیاد می شود، طبق احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است. تا زمانی که حضرت مهدی به دنیا میاد، ما اعتقاد داریم که به دنیا میان، شیعیان اعتقاد دارن که به دنیا آمده و در غیبت رفته و این علامات کبرای قیامت هست. بعد از اون آنچه که برداشت میشه از روایات و احادیث این است که افکار و گروه ها و مذاهب باطل و گمراهی که هستن همه اینها نابود میشن، چون اکثر این مذاهب و گروه ها و ادیان باطل میرن در صف دجال، میرن در صف کفار. همونطوری که میدانید جنگ و درگیری بین پیروان امام مهدی و پیروان دجال رخ میده و چون اکثر این گروه ها و فرقه های باطل در لشکر دجال هستن، اینها نابود میشن، یا با خسف یعنی فرو رفتن در زمین یا در جنگ، بر شکلی که باشه. و در بعد از اون فتنه ها و مذاهب و افکار گمراه کن از بین میره و بعد از اون دوباره مردم گمراه میشن و اون انگامی است که دیگه قیامت برپا میشه و کل دنیا از بین میره و انسان ها دوباره برانگیخته میشن و حساب و کتاب میشن و اهل بهشت به بهشت میرن و اهل جهنم به جهنم.